سلام بچه، چطورید؟ من رضا هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو. بچه امروز اومدیم با چالش سگ و نخنده. حتما قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو حتما چند رو سابسکرایب کن، ویدیو رو هم لایک کن، زنگوله هم بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم سریع واقع بشید. اینم بگم بهتون بچه، من 3 تا جون دارم که الان ادیتور اینجا 3 تا قلب میذاره. اگه 3 بار بخندم بعد 1 قاشق نمک بخورم. حتما برو بریم. خب برو بریم. به 929 تا تیکه است. آره عزیزم، مگه میشه سلیقه تو بد باشه؟ بقیه هم ببین، هر کدومو دوست داشتی بگو، من برات میخرم. قربونت برم. وای مرسی، عاشقتم. جیگر من، اصل من، جیگر من، اصل من. بچه خیلی یه دونه از قلبا رو ادیتور خط بزن. دوباره دیگه قلبا دیگه باشه. این لگونم برای تو بردارم، لوب جنگیه. عزیزم من دیگه سنم از این حرفا گذشته. اولا سن فقط یه عدده. دوما اینجا تو نوباتویز واسه همه سنین لگو هست تا بتونی خلاقیت و ذهن خودتو به چالش بکشی. او قربون برم، پس اینم واسه من بردار. اصلا کل مغازه رو واسه میخرم. وای تو بهترینی. اصل من، جیگر من، اصل من، جیگر من. بس دیگه مردی که از سن و سالت خجالت بچه آقا من تو از قلب رو ادیتور خط بزن. چوری دقیقه باشید. شما شوگرا واسه ما جوونا زندگی نداشتید، مثل زامبی ریختید تو شهر. با هرچی دختری دارید میزنید. من خودم الان 10 سال سینگلم. داداش تو چند سال سینگلی؟ 12 سال. تو چی؟ 20 ساله. چرا شما با این شوگرا دوست میشید؟ هشتگ با شوگر دوست شدن افتخار نیست. بابامه، چی؟ دخترشم. آها شما دخترشونی، پس ایشونم میشه پدرتون. منطقیه. غلط کردم. بچه من 3 بار خندیدم. حالا برو بریم من قاشق نمک رو بیارم. بچه یه دقیقه من برم قاشق نمک رو بیارم. اینم از نمک بچه، نمک برو بریم. نه نمک بریم تست کنیم. 3 2 1. چه خیلی شروط دیگه سعی کن نخندی دیگه. بای بای، خداحافظ.